عزیزانم، شما خوب میدانید که من بیچاره در این شهر شما غریب و مسافرم. غریبی دردی بی‌درمان بوده است. من در اینجا باشم هم دلم آنجاست. در وطن، در خوجند است. این سخنهای واپسین خواجه کمال خوجنده است. در میآخرین حیاتش شاعر بزرگ تاجک از غریبی خود یادرس نموده است. در ملک بیگانه او آرزو داشت که به وطن برگردد، اما ناآرامی های زمان نمیگذاشت که به خوجند رخت سفر بندد. شاگردان خواجه کمال خوجنده در دم مرگ استاد آخرین ابیات او را روی کاغذ آوردند که چنین بود: در غریبی جان به سختی می‌دهد مسکین کباب. وا غریبی، وا غریبی، وا غریب و وا غریب. کمال خوجنده سال 1321 در شهر خوجند تولد شده است. جوانیش در زادگاهش گذشته معلومات ابتدایی را نیز در اینجا آموخته است. سپس تحصیلاتش را در شهر سمرقند و شام دوام داده است. کمال خوجنده پس از سفر حج در شهر تبریز ماند و دیگر به زادگاهش برنگشت. وی در تبریز زندگی آرام یافت تا لحظه های آخرین روزگارش در این شهر ماند. قریب همه علم‌های زمانه‌اش را از خود می‌کند و ناوابسته از این اشعار ادیبان گذشته را نیز از خود می‌کرد. کمال خوجندی از او به ما میراث دیوان باقی مانده است که عبارت از 8000 بیت میباشد و ما خوانندگان پیوسته کوشش میکنیم که اشعار گذشتگان خود را از خود نماییم. محفل ادبی بخشیده به 700 سالگی شیخ کمال خوجنده در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی غیر دولتی پیمان دایر گردید. در آن خوانندگان صنف‌های 7 و 11 از اشعار خواجه کمال شعر و غزل قرائت نمودند. دیده بودید هر یک تنها تو را دارد دوست، خود منی بیدید نه تنها دوست می‌دارم تو را. و مقصد از برگزاری محفل ادبی امروزه نیز از همین عبارت بود، یعنی دوباره شناختن و از نزدیک آشنا نمودن خوانندگان با اشعار و حیات و فعالیت این شاعری شیرین کلام می باشد. در آخر دیرکتر مؤسسه تحصیلات میانه عمومی غیر دولتی پیمان از روزگار و حیات خواجه کمال حرف زده گفت که خوجند با این فرزندانش که نابغه عصر است میفخرد. همچنین تاکید گردید که امروز خواجه کمال در زادگاه صاحب باغ و خانه گردیده است. اینجا زیارتگاه مهمانان و ساکنان شهر است. گزارش سید مختار سید انور برای برنامه اطلاعاتی خبر.